سلام و درود به قسمت دوم پادکست صفای خلوت. خیلی خوش اومدید. امیدوارم از محتوای این قسمت نهایت استفاده و رضایت رو داشته باشید. تا حالا فکر کردید زندگیتون چقدر واقعیه؟ و دقیقاً زندگیتون اون چیزی هست که همیشه آرزوشو میکردین؟ قراره توی این قسمت بریم سراغ کتاب مرگ ایوان ایلیچ اثر تولستوی که یه عالمه محتوای ارزشمند داره. اما 3 نکته مهم رو براتون آماده کردم که با همدیگه مرور کنیم و توی زندگیمون به کار ببریم. ولی پیشنهاد میکنم تا پایان همراه هم باشین، چون یه متن دلی آماده کردم که قراره پایان پادکست براتون بخونم. نکته اول و خیلی مهم در این کتاب به این موضوع اشاره داره که ما همه چیز رو میخوایم برای مردم. ایوان ایلیچ بیچاره فکر میکرد اگه شغل خوب، خونه قشنگ، مهمونی‌های پرزرق و برق داشته باشه خوشبخته. مثل خیلی از ما که دلمون میخواد همه بگن چه زندگی خوبی داره. ولی تهش میدونست که اینا همه نمایش و زندگی واقعیش اون چیزی نیست که نشون میده. انگار تمام عمرش رو صرف درست کردن نمای بیرونی خانه‌شون میکنه، غافل از این که درون خونه داره خراب میشه و خراب. همه جای خونه رو گرد و خاک گرفت و هیچ کس نیست که بهش برسه، اما بیرون رو لامپ نصب کرده و کلی گل کاشته و یه عالمه بهش رسیده، فقط برای اینکه از بیرون زندگیش یک نمای خیلی خوبی داشته باشه و وقتی دیگران نگاه میکنن بگن عجب زندگی داره. نکته دوم، مرگ زنگ بیدار باشه. تا وقتی که سالمیم فکر میکنیم دنیا دست خودمون و همیشه وقت داریم، اما وقتی پای مرگ وسط میاد تازه میفهمیم چه چیزهایی واقعا مهم بودن. ایوان در لحظات آخر تازه فهمید که چقدر عشق و مهربانی واقعی از تمام موفقیت‌هایی که کسب کرده مهمتر بوده. مرگ مثل یک زنگ خطره که به ما یادآوری کنه زندگی کوتاهه و باید اون رو با چیزهای درست پر کنیم. لازم نیست که حتما مرگ بیاد و در به خونه خودمون رو بزنه. این همه در اطرافیانمون داریم میبینیم که اتفاق میفته. پس به فکرمون به خودمون برسیم و زندگیمون رو زیر و رو کنیم، زندگیمون رو عوض کنیم و همه جای زندگیمون رو پازل هایی بچینیم و قطعاتی بگذاریم که واقعا دوست داریم. اما نکته سوم که از همه چیز مهمتره اینه که دلیل اصلی ترس ما از مرگ این نیست که میمیریم و تموم میشیم، بلکه اینه که میترسیم زندگیمون رو اونطور که باید زندگی نکرده باشیم. ایوان از اینکه فهمید عمرش رو تلف کرده خیلی بیشتر از خود مرگ میترسید. اگه زندگیمون رو با صداقت، با عشق واقعی گذرانده باشیم، اون وقت هم مرگ شاید اونقدر هم ترسناک نباشه. ما همیشه میایم سعی میکنیم که زندگیمون رو باب میل دیگران بسازیم. راستی سوال، واقعا شما چند نفر رو زندگی میکنید؟
چند ماهی هست که نمیدانم کجایم. یادم میآید خوابیدم با لبی خندان و دلی شاد، اما بعد دیگر به یاد نمی آورم چه زمانی از خواب بیدار شدم. حتی همین الان هم نمیدانم که خوابم یا بیدار. شاید اسیر شدم به دست مهاجمان به اندیشم. شاید عشق مرا گروگان گرفته است. شاید دست روزگار گلویم را می فشارد و مرا تنها یافته است. آه، گفتم تنهایی، واژه آشنا اما غریبه میان جمع. دنیا پر است از تنهای بیکس که دور هم جمع شدند. چقدر بیرحم است این جهان که نمیگذارد لحظه‌ای تنهاییم را در آغوش بگیرم. محکم بغلش کنم و ببوسمش و از او بپرسم چه زمانی مرا ترک خواهی کرد. دنیا آنقدر لجوج است که باز خلوت مرا به هم میزند و خوش چهره بازی می کند. بگذار حرفم را تمام کنم، اگرچه حرف دل هیچگاه پایان نمیپذیرد. تمام آنچه میخواهی در نقطه تسلیم است در برابر روح جهان. از اینکه تا پایان این پادکست با من همراه بودید خیلی خیلی خوشحال و خرسندم و امیدوارم از این محتوا نهایت استفاده رو کرده باشید. 3 نکته اساسی از این کتاب که زندگی هر کسی رو تغییر میده و در انتها جملاتی که از عمق جانم اومد تا برای شما بخونم. خیلی ممنون از اینکه تا پایان همراه هم بودید. امیدوارم لذت برده باشید و ما رو دنبال کنید. خدا نگهدار.